به نام خالق مزه ها با درود فراوان. پنجشنبه است و همه چی باید گوشت باشه. چی کار کنیم؟ یک کباب کوبیده عالی درست نکنیم؟ بدون کباب که پنجشنبه نمیشه. آخر هفته است، میریم پیش قصاب مهربون و ازش خواهش کردیم که کباب کوبیده رو برای ما آماده کنه. گوشت گوساله داریم، گوسفندی داریم و قلبه‌گاه. اول اینجوری برامون درست شرخش کرد. ببینیم توپکای چربی رو فقط نگاه کنیم، حالشو ببریم. قراره باشه چیز خوشمزه درست کنیم. باب دل همه ایرانی‌ها و شبای تعطیله. بعد با چرخ گوش دومش ریز ریز خوردش کرد. معمولا 3 بار چرخش میکنن که چسبندگی کباب کوبیده‌مون بیشتر بشه. چه شود این پنجشنبه شب؟ پیاز میخوایم. اون گوشتایی هم که آوردیم خونه من گوشتم فریزر که بیات بشه. پیازم رو رنده کردم، آبش رو گرفتم، توفالش رو ور میدارم و به گوشتم اضافه میکنم. سفیدی گوشتم به خاطر قلبه‌گاهه. معمولا توی کباب کوبیده تو رستورانا از نون خشک و شیر خشک و چیزای دیگه استفاده میکنن که خیلی خوش‌طعم‌تر هم میشه، ولی ما استفادهش نمیکنیم. یکم سفت‌تر میشه کباب کوبیده خونگیمون، ولی در نهایت عالیه. بریم سراغ ادویه‌هاش. 1 کوچولو زردچوبه میزنیم. شیدا هستم، با کانال آشپزی در خدمتتونم. بسیار خرسندم که به نگاه زیباتون مرا همراهی میکنین. لطفاً اگر براتون مفید بود لایک و سابسکرایب یادتون نره و در این مرحله فلفل نازنینمون رو اضافه میکنیم برای عطر و طعمش که بسیار عالیش میکنه. امیدوارم که در خونه درست کنین و همراه عزیزانتون، خانواده دلبندتون نوش جان بفرمایین. و در نهایت نمک که بهترین چاشنی برای خوراک کوبیده ماست. البته توی رستورانا جوش شیرین هم استفاده میکنن که کباب ترتر بشه، ولی ما هیچ کدوم این کارا رو نمی کنیم و رسیپی خونگی خودمون رو داریم. بعد از اون باید حسابی ورزش بدین. مهمترین آیتم تو کباب کوبیده و این که از روی سیخ ما نریزه خوب ورز دادنشه. با حوصله زیاد بدون عجله تقریبا 10 دقیقه تا 1 رو ورزش بدیم. شما اگر بیماری خاصی مثل نقرس دارین و هوس کباب کوبیده کردین، به خاطر اینکه طعم کباب کوبیده‌تون مثل کباب کوبیده گوشتی بشه، میتونین 1 کوچولو مرغتون رو، حالا قسمت سینه‌ش رو انتخاب کنین، با 1 کمی دنبه چرخش کنین و بقیه ادویه‌ها رو بهش اضافه کنین. به همون خوشمزگی کباب کوبیده گوشتی ما خواهد شد. همچنان به ورز دادنمون ادامه میدیم. حتی بعضی از رستورانا به خاطر اینکه قیمت کباب کوبیده‌شون ارزون تر بشه، از سنگدون یا قسمت‌های دیگه گوشت یا حتی سویا هم استفاده میکنن. متاسفانه انقدی مواد گوشتی گرون شده که دیگه هر کسی نمیتونه تهیهش کنه و درستش کنه. ما رسیپی اصلی رو میگیم، شما هر جوری که دوست دارین میتونین تهیهش کنین و درستش کنین و لذتش رو ببرین. مهم اینه که یه رسیپی اصلی داشته باشیم، بقیه موارد خودش جفت و جور میشه. همچنان ورزش میدیم. زیبامون هر چقدر که ورزاده میشه بیشتر چسبندگی پیدا میکنه. به یه حدی رسید که حسابی چسبنده شد و از ظرفمون نریخت دیگه کافیه. بعضی خوراکای ایرانی حالت تراپی داره برای ما. یه دشمن فرضی رو در نظر بگیریم، حسابی مشت و لگد کوبش کنیم. بعد که حسابی چسبنده شد توی ظرف جمعش کنین، بره توی یخچال. 1-2 ساعت بعد استراحت کنه. داره از دور بهمون درود میفرسته و با حال خوشش آماده است که بریم سراغش. قارچامون رو زعفرونی میکنیم و به سیخ میکشیم. گوجه‌های دلبرمون هم همینطور. بریم سراغ برنجمون. برنج رو با 1 بند انگشت آب، 1 کمی روغن، کمی نمک اجازه بدید تا به جوش بیاد. درشو بذاریم. بعد از اینکه به جوش اومده آب برنجمون کشیده شد، براش دمکنی میذاریم. من معمولا برنجامو به صورت دمی درست میکنم، به خاطر اینکه اینجوری
اون مواد و خاصیتی که برنج داره داخل برنج ها میمونه. ولی اگر مهمون رسمی دارین میتونین آبکشش کنین، برنجتون هم خوشقد و بالاتر میشه. به این حالت که رسید درشو بذارین، بخار که کرد دم کنی بذارین و بره واسه دم کشیدن. ببینید فقط قرار کباب کوبیدمون چه شکلی بشه. قلمبه کوتوله با نمک و خوشمزه و ترد. نگم براتون از طعمش که چقدر عالیه. ریحون و فلفل فراموشتون نشه. تدیگ برنج رو فقط ببین باهات حرف میزنه. بریم سراغ سیخ کردن کباب کوبیدمون. لم داره سیخ کردن کباب کوبیده. خیلی آروم به اندازه 1 مشت از مواد گوشتیتون رو بردارین. یه ظرف آب هم همیشه کنار دستتون باشه. دستتون رو یه کمی خیس کنین و شروع کنین به شکل دادنش. از قسمت بالای سیخ یک فضایی رو بذارین. سر و ته سیخ رو سعی کنین آهسته چفت کنین و با دستتون به آرومی بهش شکل بدین. اگر قسمت اول ورز دادن رو خوب انجام نداده باشین، احتمال این که اون کباب کوبیده از سیختون بریزه خیلی زیاده. ولی اینجوری وقتی که حسابی خوب ورز داده باشه و توی یخچال استراحت کرده باشه، نه تنها از سیختون نمیریزه، بلکه خیلی راحت میتونین بهش فرم بدین. از پدر گرامی خواهش کردیم که با دستان پرتوان و پرمهرش با کلی عشقی که به خوراک میده کباب کوبیده های ما رو به سیخ بکشه. بعد از اینکه فرم گرفت روی سیختون، با انگشتتون همونطوری که در تصویر میبینین رده ها یا شیارهای روش بندازین. دلبرای ما به سیخ کشیده شدن و آمادن. حالا وقتشه که تا منقل آماده میکنیم بره توی یخچال و یه استراحت کوچولو بکنه. میره رو منقل و همین شکلی که میبینیم به این زیبایی کبابش میکنیم. چه دود و دمی را انداختیم. به به. جای همه دوستان خالی. امیدوارم درستش کنید و نوش جان بفرمایید. بدرود تا درودی دیگر.